خب میگذاریم به سوال یکم. سوالو به نهایت زیاد های همین سبب برادرو گپ کم میکنیم، تست سوالا رو میتیم و جواباش تست گرفتن میگیریم. سوال یکم با املا گوش کن. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکاجان ما زنها در ماه رمضان دختر جنس کی رویم در بالای کрест برورانمون روزمون میشکنند. التماس جواب تین در همین سوالم. یک خواهر نمیسونده همین سوال مقصد اگر مثال زن با نیت طبابت برای کرسودا که زن که برو بشنونه مثال همین طبیب یگون چیزا بگیرد در فرج زن بدروره اگر خوک باشه تر باشه فرقش نیست در این حالت روزشون میشکنه همین حالت داد روزشون میشکنه باید در همین مسئله باید احتیاط کنن اگر وضعیت باشه همین را بعد شام کنن بعد شام وقتی روز آخری میشه بعد بعضی کسایی هستن که مثلا مجبور میشن او اگر مجبور باشن میرن توبت میکنن که همین یک روزه چیکار میکنن بعد جبران میکنن جبرانش چقدر بعد رمضان بعد که ماه رمضان که گذشت همین ماه شوال میاد بعد که ماه شوال که اومد در همون روز همین روزی که مثلا که دکتر رفتگی همین یک روز جبرانیت میکنه که مثلا من نیت کردم همین روزی که مثلا ما وایرون شد یک روی ماه رمضان همین رو جبران کنم الله اکبر میگه روزه گرفتن میگیره. امیدوارم جوابش گرفت. دیگه سوال